سلام و درودی به پایان نیسار یکایک شما دوستان گرامی، همدیاران ارجمند، همزبانان عزیز، همه شما را به درس نوبتی خوش آمدید میگویم. درس دهم است از کتاب استانبول A1. استانبول A1. یعنی دوستانی که خبر ندارن یا که بار اول هستن، یعنی در درس‌های ما اشتراک میکنن، ما از این کتاب درس دادستیم. استانبول A1 در گوگل نویسین میبروید. PDF در آخر PDF نویسین. گوگل نویسین که استانبول A1 PDF. خب میبروید این کتاب. خب میرویم به سراغ درس امروزه. خب درس گذشته در باره شکل جمع صحبت کرده بودیم، طریقه جمع ساختن اسمها در زبان ترکی. یعنی گفتیم اگر آخر کلمه هجایش صدانوک ا او او داشته باشد لر می آید، و اگر آخران هجای کلمه ای او داشته باشد پس لر می آید. اینها رو گرفتیم و کار کردیم. خب امروز یک موضوع جدید است، موضوع نو، علامت سوال، یا که بگیم که پسوندهای سوالی، اگر درست باشد ترجمه، پسوندهای سوالی. یعنی چگونه ما جمله سوالی ترتیب میدهیم. سارو اکی، خب یعنی ایزا پسوندهایی که علاوه میشوند پسوندهای سوالی. در درون قوس ام آمده است و ای با حرف کلان یا که او با حرف کلان آمده است. این معنای آن را دارد که این حرف کلان عوض می شود. در هر کجایی که شما مثلا مک دیدین، اگر حرف کلان باشد بدونین که عوض می شود، یعنی تغییر می یابد. چقدر تغییر می یابد؟ مثلا یا مو می شود، یا می می شود، یا مو می شود، یا مو می شود. خب با همین خاطر اینجا حرف کلان آمده است. و اگر مقایسه با زبان انگلیسی کنیم اینها را، در زبان انگلیسی این رو yes no questions میگویم. yes no questions. yes no questions. اوکی. خب اگر هجای کلمه، آخران هجای کلمه اگر او داشته باشد پس علامت سوال یا هم کلمه سوالی مو می شود. اگر آخران هجای کلمه ای داشته باشد پس کلمه سوالی می می شود. اگر آخران هجای کلمه او داشته باشد پس کلمه سوالی مو می شود. اگر آخران هجای کلمه او داشته باشد پس کلمه سوالی مو می شود. خب دوستان گرامی، خب برای این گفته همون بگم که تصدیق کردن و باز بیان داشتن این، برای بیان داشتن این گفته ها ما میتونیم یک چند مثال بیاریم. خب اینجا دیده استیم که خب یک لحظه در اینجا آمده است سارو، یعنی سوال جای خالی است و مو می مو آمده است. یعنی در این جای خالیگی میتواند کلمه باشد. مثلا برای ما چگونه کلمه میاریم؟ مو. خب کلمه باید بیاریم که آخران هجایش یا اینکه ا داشته باشد یا که او داشته باشد، پس م توری میگیرد. مثلا کلمه کتاب، کلمه کتاب، کتاب یعنی آخران هجایش رو نگاه کنیم، هست کتاب، کتاب. وقتی که آمد پس چی میگیرد؟ مو میگیرد. کتاب مو. خب یک جانشین اشاراتی علاوه کنیم، مثلا میگیم که bu kitap mı, bu kitap mı, bu kitap mı. خب bu kitap mı این برای چی است؟ م. خب برای می چی بیاریم؟ مثلا میگیم bu
کالم بو کالم بو کالم کالم بو کالم یعنی آخران هجا را کنیم ای دارد ای و از این قاعده که در درون این صندوق هست قطعی است نگاه کنیم ای آمده است ای خب این دویمش هم پیدا کردیم سومش برای مو مثلا کلمه دکتر دکتر خب در اولش یک بو اضافه کنیم می نویسیم دکتر بو دکتر مو یعنی این دکتر هست آیا این دکتر هست خب برای کلمه سوالی مو یعنی کلمه باید بیاریم که یا ا داشته باشد در اخیرش یا او داشته باشد پس کلمه مدیر او دارد مدیر و یک جانشین اشارتی میاریم بو مدیر مدیر خب بو مدیر اکنون یا کنیم اینجا بو کتاب بو کالم می بو دکتر بو مدیر خب فکر میکنم که فرقیتش فهمیدیم که فرقیت در چی است در همون هجای بگیم که آخران هست هجای آخران صداناکش خیلی که باشد پسوندش یا که اون کلمه سوالیش هم و مانندی همون میاد مثلا یک نفر گفت که بو کتاب مو در جواب میگیم که evet kitap یا بو کتاب evet bu kitap yani بله این کتاب است hayır kitap değil kitap değil دیگر در جواب فرق نمیکند دیگر ما نمیکنیم که مو هست می هست مو هست این رو دیگر نمیکنیم فقط جواب همون چیزی که پرسیده است مثلا از ما اگر درباره مدیر پرسیده باشه جواب میتیم evet müdür yani میگه bu müdür mü evet müdür hayır müdür değil یا bu müdür değil خب فکر میکنم فرقیتش را فهمیدین انشالله اینجا یک چند مثال میارد خب اینها را اگر کسی اسکرین شات کردنی باشه اسکرین شات کنن بگیرن یا بنویسن بگیرن شما کوشش کنین وقتی که همین قاعده ها را می نویسیم یا که تمرین ها را می نویسیم شما نیز برای خودتان یک دفتر علاهیده داشته باشین که اینها را در دفترهاتون نویسین خب می رویم örnek یعنی مثال اینجا مثال آورده است میگه bu dolap mı bu dolap نگاه کنین در آخران هجاش هست bu dolap mı جواب evet dolap این جوان است بله جوان است یعنی جوان شکاف bu masa mı نگاه کنیم آمد masa با هم خاطر مı آمد یعنی bu masa mı hayır koltuk خب اگر masa نباشد دیگر مثلا ما اختیار دارم میگم که hayır bu masa değil bu koltuk یعنی خیلی دروز نمیکنیم میگم hayır koltuk خب koltuk یعنی کresla را میگم کresla کرسی راحتی خب bunlar köpek mi bunlar köpek mi آیا اینها سگ هستند evet köpek بله سگ evet köpek بله سگ خب وقتی درس چند دقیقه شد دروز نمیشود خب اینش هم کار میکنیم بو اورنجی در اینجا چی میآید مرحمت شما نیز جواب تین و کوشش کنین تستر نویسین چون که ویدیو دراز نشود بو اورنجی می خب بیاید این خیلی میکنیم شما از رقمی 4 سر کنین از این طرف از طرف دستی راست از طرف دست راست رقم 4 را نگاه کنین 4 5 6
شما اینها رو نویسین تا وقتی که شما اینها رو می‌نویسین ما این طرف رو کار میکنیم میشود چون که ویدیو دراز نشود و ما زیاد خاموش نیستیم خب شما از 4 5 6 کار کنید و در پریمیره ما میبینیم باز میگیم کدامش درست است کدامش نه و وقتی که از رقم 1 اومدید تا رقم 6 شما لکه جواباتون از روی همین نوشته ما میبینید خب دوستان گرامی بو اورنجی می میشود بو اورنجی می برای چی میشه به خاطر که اورنجی اخیران هجاش ای هست ای بو اورنجی می evet خب evet orange hayır orange değil ha hayır orange hayır orange değil hayır orange değil yani bale oyo in donizcu است bale donizcu است hayır yani ne donizcu نیست bu sınıf mı در اینجا کنیم ı اومد sınıf mı به خاطر که آخران هجای sınıf ı هست bu sınıf mı خب evet sınıf hayır sınıf değil hayır sınıf değil خب hayır sınıf değil İstanbul kalabalık mı İstanbul kalabalık mı İstanbul kalabalık mı خب evet kalabalık kalabalık serodam میگن serodam zahma talpa serodam خب İstanbul kalabalık mı evet kalabalık hayır kalabalık değil değil İstanbul kalabalık değil خیلی جواب دیگه‌مش کم ترک نادرست است مگه İstanbul زحمه نیست talpa نیست البته که talpa است زحمه است سرودم است خب اکنون چهارم میایم تمرین هایی که شما لکه جواب دادگی هستین جوابتون رو با این مقایسه کنین bunlar yüzük چی میاد mü yüzük mü bunlar yüzük mü آیا اینها انگشترین هستند چاله هستند evet yüzük خب جواب hayır hayır نوشتگی هست hayır yüzük değil yüzük değil yani اینها انگشترین هستند بله انگشترین هستند نه انگشترین نیستند خب o postacı mı evet postacı این کلمه ها رو در درس های پیشکینه ترجمه کردگی هستیم خب کسانی که نو پیوست شدگی هستن حتما درس های پیشکینه رو تماشا کنن hayır postacı değil hayır postacı değil ha خب آخرین تمرین ev temiz mi خب جواب میگردانیم evet temiz evet temiz hayır temiz değil خب temiz همون در تاجیکی هم تمیز میگن تمیز یعنی تازه مقصد خب دایی پرام دست کو
فکر کنم تمام شد که خب خیلی بیاین همیشم بگیریم بعد جمع بستش کنیم. Aşağıdaki cevaplara uygun soruları yazısın. Yazınız. Aşağıdaki cevaplara uygun sorular yazınız. Megad ki cevaphoy zerin ro savolhoy munosib navisin. Ba cevaphoy zerin savolhoy munosib navisin. Masalan در اینجا جواب داد که evet bu sandalye. سوال چه خیلی است؟ شما از رقمی 3 او طرف نویسید. از رقم 3 او طرف یعنی 3 4 شما نویسین. یک دو را من می نویسم و تو ما می نویسیم میرم شما هم می نویسین. Договорились. اوکی. خب از رقم 3 شما سعی کنید. خب رقم 1 evet bu sandalye. پس سوال این خیلی است. Bu sandalye mi? Bu sandalye mi? Bu sandalye mi? Evet bu sandalye. خب bu رقم 2 bu köpek mi? Bu köpek mi? Hayır köpek değil. Hayır köpek değil. نه این سگ نیست. خب رقم 3 چی نوشتین شما؟ خوب بگین. Evet şu sözlük. سوال خیلی است. سوال چون این است نه. Bu sözlük mü? Bu sözlük mü? Evet şu sözlük. خب رقم 4 hayır o gözlük değil. Pes سوال چون این است. Bu gözlük mü? Bu gözlük mü? Hayır o gözlük değil. خب کسانی که در سوال و جواب تمرین اشتراک کردن از همگیتان سپاسگزاریم. تشکر زیاد برای کامنت نوشتن و جواب گرداندن. خب در همین جا درس امروزه رو به پایان میرسانیم. امیدواریم که درس پسندتون آمده باشد و اگر درس برای شما معقول باشد خواهش میکنیم لایک رو فراموش نسازین و اگر توانید به دوستاتون توصیه کنین، تقسیم کنین این رو تا که شاید کسانی باشند که بخواهند زبانهای خارجی رو از خود نمایند و شما سبب میشین که یک نفر دیگر زبانی نو رو از خود میکند. زبانی نو حیاتی نو است. یعنی در زبان انگلیسی یک ضرب المثل هست. New language is new life. New language is new life. یعنی زبانی نو حیاتی نو است. وقتی یک انسان یک زبانی نو می آموزد تصور کند که یک حیاتی نو را آموخته است. یک مردمی نو را آموخته است. یک جهانی نو را. یعنی به همین خاطر در زبان تاجیکی هم هست که میگن زبان دانی جهان دانی. یعنی جهان شما میدونید وقتی که یک زبان میدونید. خصوصا در همین دور و زمان وقتی یک نفر زبان انگلیسی را میدوند یا که ترکی را میدوند یا که عربی را میدوند یا روسی را میدوند الکی برای وی گویا که جهان را دانست. یعنی در گوگل شما میدونید که با زبان تاجیکی موادها خیلی کم هستند در گوگل در اینترنت، اما موادها با زبان ترکی، با زبان عربی، با زبان انگلیسی، با زبان روسی به نهایت زیاد هستند. بنابراین کوشش کنید یکی از زبانهای جهانی را از خود کنید. خب انگلیسی که جهانی است، بین المللی است. خب روسی که برای منطقه های آسیای میانه، برای منطقه آسیا هست. اگر در آسیا باشین اینا از خود کنین. خب برای کسانی که سیاحت رو دوست می‌دارن و به خارج سفر کردن رو دوست می‌دارن زبان ترکی را همراه زبان عربی از خود کنن. خب معذرت که بسیار کم زده. خدا نگهدار. شب خوش برای شما تمنا داریم. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا.
камёбу сарбаланд бошед.